بچه‌ها جنگ تموم نشد، من میخوام استوری بذارم. چرا دیگه تموم شد؟ تموم شد؟ خب چی شد تهش؟ هیچی دیگه، ما بردیم. خب خدا رو شکر من میتونم برگردم استوریامو بذارم. شنیده شدن صدای انفجار در تهران. پروکسی پروکسی پروکسی. باز شروع شد. صدای پدافند بود. پروکسی پروکسی پروکسی. خب بریم به کارمون برسیم که خیلی عقبیم. من چرا به اینترنت وصل میشم؟ مگه نمیدونی فیلتر شدی دوباره؟ من؟ چرا؟ به اتهام جاسوسی. آخه این میتونه جاسوسی بکنه؟ معلومه که میتونم. خب الان یعنی جاسوسی کردی؟ نه میگم ولی اگه بخوام میتونم. اگه چی کم دارم؟ حالا به هر حال فیلتر شده دیگه، از فیلتر شکن باید استفاده کنی. بچه‌ها من افسردگی پس از جنگ گرفتم. یه دفعه کلی یوزر اومد سمتم، بعد دوباره همه رفتن و من تنها شدم. برو اون روی سگ منو بالا نیارا. چی شده؟ با روبیکا چت می‌کردی؟ بله میگم بله، با روبیکا چت می‌کردم. خب چیکار کنم الان؟ با تو نه. خب اوکی چی شده حالا؟ هیچی بابا، وسط جنگ داشتم چت میکردم، هر وقت میخواستم بوست بفرستم پیامم نمیرفت. داداش باید صیغه‌نامه ارائه بدی قبلش. برای مادرم بود. ماشاءالله مادر خوبی هم داره. مامانم که عکس پروفایل نداره. تو از کجا دیدیش؟ تو گالریش چیز حد زدم. اینترنت ها قطع بود، کار و کاسبی هم خوابید، هیچی پول ندارم الان. عزیزای دلم چند بار بگم قسطاتونو پرداخت میکنین یا شر بپا کنم؟